سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. این فیلم داستان یه خواهر و برادر ناتنیه که بدجوری شیفته هم میشن. اسم این فیلم اشتباه من محصول سال 2023. اینجا خلاصه یه فیلم رو براتون شرح میدم. اگه میخواید کاملش رو ببینید کامنت بذارید تا لینک فیلم رو براتون بفرستم. یادتون نره کانال رو ساب کنید و ویدیو رو هم لایکش کنید. با شروع فیلم زنی به نام اما رو با دختر جوونی 17 سالش نوآ میبینیم. اون دختر جوون ناراحته چون مادرش با یک مرد خیلی ثروتمند ازدواج کرده و اون ناراحته که حالا باید برن خونه ناپدریش زندگی کنن. نوآ خونه ساده و صمیمی خودشون رو به عمارت قصر مانند ناپدریش ترجیح میده، اما مادرش میگه چاره دیگه ای ندارن و باید برن پیش همسر جدیدش بمونن. اون به دخترش میگه تو هنوز 18 سال نداری، پس نمیتونی تنها بمونی. حالا اونها به عمارت میرسن. شوهر ثروتمند اما از اونها استقبال میکنه. اون به گرمی از نوآ استقبال میکنه، اما نوآ بهش بیادبی میکنه. نوآ مدام عصبی میشه و از این عمارت بزرگ خوشش نیومده. نوآ به اتاقی میره که ناپدریش از قبل براش آماده کرده، پر از لباسهای زیبا و فانتزی، اما دختره به این تجملات علاقه ای نداره. اون با دوستش تماس میگیره و ناله میکنه که چقدر روزش واقعا بد بوده. اون تعریف میکنه که ناپدریش واقعا ثروتمنده و حالا اون چیزهای زیادی داره اما اصلا حوصله‌ش رو نداره. اما دوستش بهش میگه دست از غر زدن برداره و بره خدا رو شکر کنه که همه مردم حسرت همچین زندگی رو دارن. دختر یه لوس میره سمت یخچال لاکچری تا یه چیزی برداره که بخوره که یه پسر خوشتیپ همسن و سال خودش میاد جلوش. اسم این پسر نیکه و حالا برادر ناتنی اونه. دختر واسه پسر هم چشم و ابرو میاد ولی سگش داد میزنه که با صاحب من درست رفتار کن. نوآ بعد کلی جنگیدن با پسر میره تو اتاقش و تلفنی به دوستش میگه که برادر ناتنیش خیلی خوشتیپه. اون شب همه برای شام میرن بیرون. نوآ میبینه که نیک اهل دود و دمه و تعجب میکنه. بالاخره به رستوران میرسن. پدرخوانده پولدار شروع میکنه به تعریف از گل پسرش که یه پارچه آقاست و حتی سیگار هم نمیکشه. نوآ حالا فهمیده که این پسر چیزهای زیاد رو از پدرش پنهان میکنه. نیک و نوآ دوباره با هم کل کل میکنن. بچه‌ها تصمیم میگیرن میزو ترک کنن و هر کدوم برن. اما مادر نوآ مجبورش میکنه تا همراه برادرش برگرده و این موقع شب تنها نره خونه. نیک مثل دیوونه ها رانندگی میکنه تا دختر رو بترسونه. نوآ مدام داد میزنه و پسر هم تلپی از ماشین پرتش میکنه بیرون و میگه خودت تنها برو خونه. حالا وسط این جاده خلوت ماشینی نزدیک میشه. پسر اونا رو میشناسه و میگه با نیک آشناست و میدونه الان کدوم پارتی رفته. پس نوآ تصمیم میگیره بره مچشو بگیره و میبینه که بله، عجب عیش و نوشی رو انداخته پسره. نیک با دیدن نوآ عصبی میشه و میگه از اینجا برو و فوراً به خونه برگرد. حتی اونو بیرون میکنه اما نوآ نمیره. کلی هم مشروب میخوره و مست و حال خراب میشه. نیک مجبور میشه نوآ رو به خونه برسونه و به اتاقش میبره. صبح که نوآ از خواب بیدار شد مادرش ازش میپرسه که فیلم چطور بود و نوآ تعجب میکنه چون اون دیشب هیچ فیلمی ندیده بود. معلوم میشه نیک از گوشی نوآ به مامانش پیام زده که به موقع به خونه رسیده و داره فیلم تماشا میکنه. اون روز صبح اونها به ساحل میرن. نوآ مدام نیک رو دید میزنه. دوستش میاد پیشش و میگه نباید اینقدر تابلو نگاش کنه چون اون هرچی باشه دیگه برادرشه. همون شب نیک یه مسابقه ماشین سواری داره. نوآ هم اتفاقی به اونجا میره اما نیک از دیدن دختره اونجا خوشش نمیاد. مسابقه شروع میشه و نیک نمیتونه تمرکز کنه چون یه یارویی رفته چسبیده به خواهر ناتنیش و اون عصبی شده. اما رقیبش از میدون بدر میشه و نیک میبره و حالا وقت جشن گرفتنشه. همین موقع پیامی برای نوآ میاد از طرف دوست صمیمی نوآ که شامل عکس دوست پسر نوآ با صمیمی‌ترین رفیقشه که همو میبوسن. اون حسابی عصبانی میشه و سریع تصمیم به انتقام میگیره. پس خیلی اتفاقی اولین پسری که جلوشو میگیره و میبوسه.
اما نیک به موقع اونجا میرسه و از ادامه کارشون جلوگیری میکنه. گوشیشو میبینه و میفهمه واسه انتقام بوده. پس تصمیم میگیره خودش دختر رو ببوسه و یه عکس یادگاری بگیرن و بفرستن برای دوست خیانتکار دختره. نوآ هم قرار میذاره که سوار ماشین پسره بشه و مستقیم بره خونه. اما بعد اون تصمیم میگیره مسابقه بده. نیک با یه دختر دیگه مشغول بود یهویی شوکه میشه، اما نوآ از پسش برمیاد و مسابقه رو برنده میشه. اما نوآ نمیدونست که بعضی از قوانین رو زیر پا گذاشته و حالا نیک باید ماشینش رو بده به پسره. حالا نوآ میره واسه یه پسر رو قلدری کنه. وقتی پسر باهاش دهن به دهن میشه، نیک عصبی میشه و یه مش حوالش میکنه. اونا به خونه برمیگردن. صبح روز بعد مادر نوآ میگه پدر ناتنیش یه مهمونی بزرگ تدارک دیده، چون مثل اینکه پسرشون نیک چند سال خارج بوده و تازه برگشته. نوآ وارد مهمونی میشه. اون زیباترین و حادترین دختر اونجاست، اما نیک به اون مهمونی که برای اون تدارک دیده بودن نمیره. وقتی نیک به خونه میره، نوآ رو توی سالن میبینه که مست کرده. خوشش میاد در کنارش میشینه. اونها جذب هم میشن. نوآ وحشی بالاخره رام میشه. صبح روز بعد داره ماشینش رو میشوره. وقتی نیک رو میبینه آب رو روی خودش میپاشه. مشخص نوآ از اغوا کردن برادر ناتنیش لذت میبره. اما ناگهان سر و کله دوست پسر سابق نوآ پیداش میشه. حالا میدونه که دوست پسرش با دوستش بهش خیانت کرده و خودش هم البته دیگه عاشق نیکه. اون رو پس میزنه. برای شنا کردن به استخر میره. نیک هم میره پیشش. البته سعی میکنن از دید والدینشون پنهان بمونن. نوآ دوست پسرش رو از اونجا بیرون میکنه. همون شب دوباره یارو مسابقه ماشینیه رو میبینه و باز با هم درگیر میشن. وقتی شب نیک به خونه برمیگرده میبینه نوآ خوابیده. بهش نزدیک میشه. نوآ که خواب بود سری از ترس مش میزنه و دماغش خون میاد. بعد از دلش در میاره. اما دن دوست پسرش که هنوز اونجاست اونا رو میبینه. نوآ میترسه که دن دوست پسر سابقش ماجرا رو به والدینشون بگه، اما دن با دادن یه سری نامه به نوآ میذاره و میره و دختر نفس راحتی میکشه. اونها شب دوباره با هم به مهمونی میرن. حالا وقت دعوای تن به تنه. نوآ میخواد مانع شه، اما نیک میگه دخالت نکن. نیک پیروز مسابقه میشه، اما نوآ حسابی باهاش بحث میکنه. چند دقیقه بعد یه پسر دیگه نوآ رو میبوسه. نیک بهش حمله میکنه، اما دختره پررو بهش میگه ما یه زوج نیستیم و تو هر کاری که من میکنم دخالت نکن. نیک حسابی ناراحت میشه. روز بعد اونها دیگه با هم صحبت نمیکنن. یک روز پدر نیک پیشش میاد و بهش میگه پدر واقعی نوآ از زندان بیرون اومده. میگه پدر واقعیش با نوآ بدرفتاری میکرد و اون رو کتک میزد. اون فاش میکنه که پدر واقعی اون قصد داره نوآ و مادرش رو بکشه. بنابراین اونها باید از این به بعد مراقب باشن. پس نیک دوباره با نوآ صحبت میکنه و هر لحظه مراقبشه. اونها حالا عاشق هم هستن، اما نمیخوان این راز رو به والدینشون بگن. اما هر شب کنار هم میمونه. یهویی پدر نیک میاد تو اتاق پسرش که اون یهو شوکه و عصبانی میشه. نیک میگه پدر و مادرشون اجازه نمیدن اونها با هم بمونن، پس این آخرین شبه و باید این شب رو خاص کنن. پس تصمیم میگیرن یک شب خاص کنار دریا داشته باشن. نیک پیشنهاد میده که با هم فرار کنن، اما دختره قبول نمیکنه. وقتی به پمپ بنزین میرسن، نیک به سوپرمارکت میره. نوآ تنها توی ماشینه که یهو همون پسر راننده مسابقه‌ای سر میرسه و نوآ رو میدزدن. وقتی نیک برمیگرده میبینه دختره ناپدید شده و خبر نداره که همون پسر رونی اونو دزدیده. نیک سریع به خونه برمیگرده، به والدینش اطلاع میده. اونا پلیس خبر میکنن و فیلم دوربین‌های مداربسته رو چک میکنن و نیک بلافاصله رونی رو میشناسه. اما بعداً مشخص میشه که پدر واقعی نوآ کسی هست که اونو دزدیده. پس به همسر سابقش اما زنگ میزنه و میگه که اگه دخترت رو زنده میخوای باید براش مقداری پول ببرن. پدر نیک فوراً قبول میکنه که پول رو بده.
اون آدرس میده و تهدیدشون میکنه که اگه با پلیس تماس بگیرن دیگه نوآ رو نمیبینن. اما و همسرش همراه پول و البته پلیس هایی با لباس مخفی به اون آدرس میرن. اما به شوهر جدیدش میگه که خیلی خوب میدونه که همسر سابقش به پول احتیاجی نداره و این کارو فقط به خاطر آزار اونا انجام میده. پدر نوآ دوربین و میکروفون در اطراف نصب کرده تا هم بتونه صحبت‌هاشون رو بشنوه و هم اونا رو ببینه. نیک همراه یه افسر زن تو ماشینه. یهو به یاد میاره که اون قبلا توی ماشینش یه ردیاب نصب کرده بود و بعد که رونی توی مسابقه ماشین رو ازش برد پس با ردیاب اونو ردیابی میکنه. بلافاصله متوجه محلشون میشه. اما پدر نوآ که صداشون رو شنید با نوآ سریع از اونجا خارج میشه. همه تعقیبشون میکنن. پدرش اسلحه رو سرش میذاره و بهش میگه که به رانندگی ادامه بده. نیک دقیقاً از مقابلش میاد و افسر خانم موفق میشه به پدر نوآ شلیک کنه. مرد همونجا میمیره. شب وقتی همه خوابیدن نیک دوباره به اتاق نوآ میره. در صحنه آخر فیلم میبینیم که پدر و مادرشون تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن چون اینجوری درست نیست که بچه‌ها هر شب میرن اتاق هم. آخه دلم برای مامانه سوخت. ولی خیلی فیلم بامزه تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. بچه ها لایک، کامنت، ساب یادتون نره. مرسی.